سلام و درود خدمت شما متخصصین حوزه پوست. در خدمتتون هستیم با نصب و راه اندازی دستگاه لیزر کیو سویچ پیکوشور گرید A. ابتدا می‌خواستم متعلقات دستگاه رو معرفی کنم. خود دستگاه در واقع قیف دستگاه، قیف آب دستگاه که تمایزی که با قیف‌های دیگه داره، خروجیش روی دستگاه در واقع پیچ میشه، یعنی ورودیش روی دستگاه پیچ میشه و در واقع از این قسمت روی دستگاه بسته میشه. مسئله بعدی یوزر منوال دستگاه است. بعدی عینک پزشک، عینک بیمار، پماد کربن، کابل برق دستگاه و پدال دستگاه. پدال دستگاه همونطور که میدونید لیزر کیو سویچ به صورت استاندارد با پدال کار میکنه و دکمه روی خود هندپیس موجود نداره و هندپیس دستگاه که پشت دستگاه متصل میشه، محل اتصالش هم که پشت دستگاه، این هم جای هندپیس. خود هندپیس رو هم که اینجا داریم.